میگم شما را به برنامه کنونی صبح و زندگی. مهمان عزیز، دوستان عزیز، قسمی که واجمه جان در اول معرفی کردن و خود مهمانم با شما صحبت کردن، آقای عبدالله حیدر وردک یک ماده یا مواد بسیار جالب را اختراع کردن. اینا ماده ضد حریق را که خیلی مؤثر است و یک قدرت عجیب و غریبی داره که بالاتر از این مواد ضد حریق است که حرارت را در ظرف بسیار وقت کم و پایین ترین درجه کم میاره. در مورد این ماده و این مواد سوال دیگه و صحبت دیگه هم داریم. خب واجمه جان، سلسله صحبت های پیشتر رو شما بفرمایید. ممنون از تاسونه. آقای بردک، میخواستم از شما در رابطه به اختراعاتی که تا حال داشتین، تا فعلا چی اختراعات بوده بر ما بگین؟ واقعا تقریبا مدتی هست که در سر مسائل و اختراعاتی که بتونیم به طبیعت کمک شویم کار کردیم و البته این پروژه زیرو فایر یا فایر پلاس فعلا آماده است و به جهان، البته شما میفهمین، و اختراع وقت اختراع شده میتونه یا در کرسی جهان قابل قبول می باشه که امکانات عملی از او میسر باشه. طبعا. و با این اختراعی که فعلا آتش سوزی است، این تکمیل شده. میخوایم از این با سبکدوش شوم تا بتانم در یک پروژکتی که تست های ابتدایی شده، یک نوع فیلتر است که بازم از موادی امی آتش بهش استفاده میشه. میتونیم که امی CO2 که امروز جهان پرابلم وسیع پیدا کرده، ایره از موتر، ترانسپورت تا تمام فابریکه ها و فیلتر دیزاین میشه و از او فیلتر استفاده شده میده و 90% میتونیم که امو طبیعت خود پاکتر بسازیم دیگه. و هم چندین پروژکت های است، اما عموما کلگیش روی طبیعت است و امید است که بتانیم باعث یک افغان مصدر خدمت افغانستان و جهان شده بتانم. بسیار خوب. از جهان یادآوری کردین، ببخشین جاوید جان. آیا این اختراعتان رو میخواین به تمام جهان معرفی بکنین؟ بله، به می مقصد به افغانستان آمدیم تا پروژکت تکمیل است و از نگاه حقوق و امتیازات فکری اما پتنی که میگن رجیستر شده، امکاناتی از این میسر است که تولیدش معیار شده، اما لانچ بین المللیش خواستیم که از افغانستان وطن عزیز خود بکنیم و به جهان اگر تو موقع میسر شود که معرفی شود. البته از خدماتی است که افتخاراتش ملت افغانستان هم حق داره بگیره. طبعا این افتخار ماست. بله. خب آقای وردک، خب این حال در قسمت امو مواد که از او استفاده میکنین و امو شیوه که شما این مواد را تهیه میکنین، امو پروسش را بر ما بگوین. امکان داره یا چطور؟ چرا نه؟ اما تو گفته میتونم به چند حرف خلاصه که مثال بتم از شیره نیشکر اگر بخوایم این مواد جور کنیم. شما میفهمید که نیشکر امروز یک کمودیتی است در جهان که ازش بوره و بعض پرودکت های دیگه جور میشه. بله. ما اساسا از پرودکت امی ملسسی که میگن یا شیری ساجقکی که میمانه از بوره، ما میتونیم توسط از ای که یک چیزی بای پرودکت میگفته میشه که بندازه جهان طرف، از اون میتونیم استفاده کنیم و تولید کنیم پرودکتی که مثل جنگلاتی که به کالیفرنیا و یا با استرالیا عریق میشه، ما میتونیم خاموش کنیم. قیمت پرایسش هیچ کدام مطرح بحث نیست که چقدر. با قسمت تجربهش اگر بخوایم میره یک پرودکت جور کنیم از نیشکر، باید از شروع شکر یعنی از جوسش که مبرایت تا با آخر ای با یک
دیگ پخت مخصوصی که ترتیب شده، تکنولوژی که ترتیب به این پیش بینی شده، تحت فشار مخصوص و حرارت مخصوصی به درجه میرسه که مقاومتش بیشتر از 300 درجه سانتیگراد میشه. خب بسیار خوب. این به شکل مایع می باشه، به شکل گاز می باشه، به چه شکل؟ اصلا به شکل عسل است، غلیظ. و این وقتی که شما میخواین این به کدام اگر بخواین به حساب بوش فایر یا آتش جنگلات استفاده شود، شما میتونین که 4 سا آب باش گرد کنین. یعنی تقریبا 1 لیتر شما 5 لیتر میشه. اگر خانه و مناطق خردتر باشه چطور؟ تقریبا شما میتونین که 3 لیتر آب گرد کنین. خب این آب که شما گرد میکنین به این سلندرهایی که شما میبینین، به این سلندرها میتونه که آتش پلاستیک، چوب، رابر، پترولی که به گراج چپه میشه یا به موتر در میگیره، بدون کدام توکسیک، بدون کدام کمیکل، برای که همه کش طبیعت است، کلیش از طبیعت گرفتین. این دو چیزی نیست که زهراگین باشه. این پرودکت اولین دفعه است در جهان. یعنی من خودم به حکمت ازی و خالق لایزال که خلق کننده همه چیز است، واقعا اگر انسان متوجه شود که چقدر یعنی این مواد میتونه به اجتماع و به بشریت کمک کنه. شیوه استفادهش در جریان استفاده از این مواد وقتی که یک جای حریق میشه و یک شخص بخواد که استفاده بکنه، شیوهش کند نیست نه؟ چون مواد ضد حریق وقتی که ما میبینیم با یک فشار او به سرعت بسیار زیاد با آتش برخورد میکنه و او را خاموش میسازه. شیوه از این چگونه است؟ با مو سرعت میتونیم استفاده بکنیم یا ما براتون که گفتم این اولین بار است در جهان ما به کدام گاز و یا پمپ ضرورت نداریم. ما این خودش به حساب امو سلف پرشرایز که میگه با مخلوط کردن خمیر ترش که خود از یک تعامل است در بین کمیستری که شما میتونید به کدام پرودکت دیگه یا موادی تبدیل میشه که فشار خلق میکنه و فشار از اون نظر به مو سلندر و امو سایز همگیش به حساب فرمول بندی شده که به چقدر فشار باشه، به چقدر سلندر مواد چقدر کار میشه. ما میتونیم که بدون برق مثلا همین تعمیر استدیوی آریانا را اتمات که برق باشه نباشه بتونیم با عیار کردن سویچ های اتمات و وسایل ضد حریق 65 درجه خود از اتمات اوپن میکنه، کار خود میکنه، انجام میده و کدام پودر زهراگین نیست یا چیزی نیست که شما را با خفقان یا کشتار برده. چند تصویر از تصاویر که شما تهیه کردین برای ما از امی حریق و خاموش ساختن میبینیم با آوازش یک جا. دوستای عزیز شما مشتاق هستیم که ببینیم که چگونه این تجربه انجام شده. بعد از او باز ما هم هستیم در خدمت شما، گپای دیگه هم با شما خواهیم داشت.